غمدار شدن آریانا سعید در اتفاقات اخیر در افغانستان. آریانا سعید چه عضوی از خانواده‌اش را در افغانستان از دست داده است؟ آریانا سعید اکنون در کجاست و کمک‌های عجیب و باور نکردنی آریانا سعید برای سیلاب زدگان ولایت پلخمری. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید، ملکه دلهای افغان، یکی از هنرمندان بی‌بدیل و ناماشنا در هنر موسیقی افغانستان بوده است. آریانا سعید خانواده‌اش در افغانستان می باشد و چند روزه می شود تصاویر المناک در صفحات مجازیش نشر می کند و با بعد وفات یکی از عزیزترین عضو خانواده‌اش در سیلاب‌های پلخمری ابراز نظر کرده است. ولی آریانا سعید هنرمندی است که همیشه با قلب مهربانش کمک‌هایش را برای مردم افغانستان از هر طریق ممکن ادامه داده است. آریانا سعید برای سیلاب زدگان اخیر در ولایات شمالی و پلخمری افغانستان مبلغ بیشتر از 200,000 افغانی کمک کرده است که کمک‌های آریانا سعید بار دیگر مورد حمایت و تشویق فراوان مردم افغانستان قرار گرفته است. آریانا سعید در کشور ترکیه بوده است و در آنجا به برنامه‌های هنریش پرداخته است و قرار بود آریانا سعید در همین سال میلادی ازدواج کند، ولی تاکنون از ازدواج آریانا سعید خبر در دست نیست. ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای هر یک از شما خوبان تمنا دارم. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران آریانا سعید به اشتراک بگذارید. تا درودی دیگر، بدرود.